علی فروغ دولت زاده استقامت کننده ناحیه دیوشتی بوده خدمت در سطح قوه‌های مسلحه جمهوری تاجیکستان وظیفه اولین درجه و شرفناکی هر یک جمعیت مانند ناموس بودنش را درک میکنم و برای اختیار ادا نمودن قدر شهروندی خود یعنی خدمت به وطن آماده میباشم. حفظ وطن، حمایت منفعت‌های دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعی آن وظیفه هر یک شهروند است. من رحمت مهرانگیز زاده استقامت کننده ناحیه دیوشتیش میباشم. من فخر از آن میکنم که برادرم تا 1 سال میشود در سطح قوه‌های مسلحه جمهوری تاجیکستان ادای خدمتی مادر وطن کرده است. میخواهم که تمام جوانان ما وظیفه و خدمت وطن مادر را اجرا نمایند، زیرا خدمت مادر وطن وظیفه مقدس هر یک جوانمردی با ننگ و ناموس میباشد.